سلام عروض، چه خبر؟ من اوزا هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امشب اومدیم با جدیدترین و ترسناکترین ویدیوهای پارانورمال یا همون دیده شدن جن و ارواح توسط دوربینای مداربسته که توی سطح اینترنت مخصوصا یوتیوب پخش شد. پس جایی نرید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله بغلش هم بزنید که از محتوای آینده ما جا نمونید. بریم سراغ این ویدیو. ویدیو اول خونه تسخیر شده. این ویدیو مربوط به یه خانم بلاگر میشه که توی فضای اینترنت مثلا اینستاگرام و تیک تاک ویدیوهایی که از خودش داره مثلا میکاپ میکنه یا روزمرگی خودشو به اشتراک میذاره، اما با این تفاوت که توی هر ویدیویی که میذاره همیشه یه اتفاق عجیبی رخ میده، مثل صدای ترسناکی مثل رد پا، صدای جیغ زدن، صدای باز شدن در و کلی صدای ترسناک دیگه که خب یه روز این اتفاقات به شدت توی خونه‌اش اوج میگیره و تصمیم میگیره که این ویدیو رو با ما به اشتراک بذاره که بیاد ببینیم چی ضبط میکنه. El crimen. با وجود تمام این شواهد و مدارکی که دیدیم نمیشه کاملا گفت که این ویدیو میتونه واقعی باشه. چرا؟ اول که ریاکشن خاصی از خودش نشون نمیداد و یه چیز دیگه که هست انگار که کاملا براش عادیه و اصلا به یه ورش هم نیست این چیزا. اما با این صورت این اتفاقات همچنان ادامه دارن و دارن بیشتر و بیشتر میشن، دقیقا مثل این ویدیو. No entiendo por qué. ویدیوی دوم، عروسک تسخیر شده. این ویدیو مربوط به یه مردی میشه که یه عروسک رو گرفته بوده و خب اوایل همه چیز اوکی بوده تا اینکه این عروسک یه سری حرکات خیلی ترسناک از خودش نشون میده و انگار یه جوری حرکت میکرده، جوری که اون مرد داشته داستان تعریف میکرده، عروسک ناگهان نصف شب حرکت میکرده و این اتفاقات به قدری زیاد میشه که تصمیم میگیره کنفرانس راجبش ارائه بده و اونجا توضیح بده که دقیقا چه اتفاقی توی خونش میافتاده وقتی که شب میشده و از عروسک داشته فیلم میگرفته. که خب برای اثباتش میاد چیکار میکنه؟ عروسک رو توی یه اتاق تاریک میذاره تا ببینه اتفاقی میفته یا نه و این ویدیوی ترسناکی بود که تونست ضبط کنه از عروسک. ویدیوی سوم، شیفت شب توی دفتر. این ویدیو مربوط به یه خانم تقریبا مسن به اسم میراندا میشه که نصف شب میرفته و توی یه دفتر کار میکرده و وظیفش این بوده تا اونجا رو کاملا تمیز و مرتب کنه. که یه شب وقتی که داشته وظیفش رو انجام میداده یه صورت از یه قسمتی از پشت پنجره کاملا مشخص میشه، اما میراندا اونجا کاملا تنها بوده و به گفته خودش هر شب اتفاقات عجیب توی اون دفتر میافتاده. اما امشب خیلی این اتفاقات اوج میگیرن و این چیزی که دید کافی بود برای اینکه میراندا شغلش رو ول کنه و به خونه برگرده. اما وقتی تصمیم میگیره که اونجا بمونه با اتفاقات عجیب تری روبرو میشه که بیاید این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. This is the same room
that had that face right here. And I was cleaning this bathroom and I had my phone on this cart, right? I just heard یعنی واقعا امان از دست این بچه‌ها که تا وقتی بچه‌ن چیزای ترسناکی می‌بینن که ما قادر به دیدنشون نیستیم و این قضیه رو خیلی ترسناک می‌کنه. ویدیو چهارم، چشم بعد. تعجب نکنید این اسمی که روی ویدیو گذاشته شده. این ویدیو مربوط به یه مادر و دختر میشه که توی خونه زندگی می‌کردن و دخترش سنش خیلی پایین، تقریبا بین 3 تا 4 سال اینها. و این دختر همیشه به مادرش راجع به 2 تا چشم که از یه جایی همیشه دارن این دختر رو نگاه میکنن صحبت میکرده و مادرش هم اول زیاد جدیش نمیگرفتن و میگفته که خب شاید یه دوست خیالی چیزیه. به هر حال همه توی بچگیشون یه بار یه دوست خیالی داشتن. منظورم همون چیزیه که فقط توی بچگی میتونید ببینیدش و وقتی بزرگ بشین دیگه قادر به دیدنش نیستیم. و خب از نظرش یه چیز کاملا عادی بوده تا اینکه این اتفاقات اوج میگیره و بچهش به مادر میگه که من خیلی میترسم و این چشم همیشه داره به من نگاه میکنه. که خب این مادر تصمیم میگیره از بچهش ویدیو بگیره که همچین ویدیویی رو ضبط میکنه. Bad eyes. bad eyes. Yeah. Bad eyes. Bad eyes. Yeah. Where? Guys. Upstairs. Nope. No, I'm not doing this again. I'm not doing this again. Please. بعد از این اتفاقا این مادر از شدت نگرانی زیاد سعی میکنه با بچهش بیشتر ارتباط برقرار کنه تا ببینه اون موجود دقیقاً کجا وایساده. برای همین یه ویدیوی دیگه میگیره و از بچهش میپرسه که اون موجود کجا وایساده و الان داره چی کار میکنه. که بیاید این ویدیو رو با هم ببینیم. Yeah. Come on then, let me help. Mom. Yak. What is it? Yak. What? Yak. Scared of what? Who is it? No. Is someone there? Yeah. Bad eyes. 2 eyes. تا حالا این تئوری شنیدید که میگن وقتی دارید فیلم ترسناک نگاه میکنید در واقع یه پورتال رو باز میکنید به موجودات ماورایی که به زندگی شما نفوذ پیدا کنن و وارد زندگیتون بشن. ببینم به این تئوری دقیقاً چقدر باور دارید. ویدیو پنجم، فیلم ترسناک. این ویدیو مربوط به یه دوست پسر و دوست دختر میشه که نشسته بودن و با هم دیگه فیلم ترسناک نگاه میکردن. اما نه هر فیلم ترسناک. اگه سری اسکری مووی رو دیده باشید میدونید که ترکیبی از فیلم ترسناک و فان و اونقدی ترسناک نیست که بشاشید تو خودتون. آره خلاصه وقتی که داشتن فیلم میدیدن همه چیز عادی بوده تا به سکانس جامپ اسکر و ترسناک اون فیلم میرسن و ناگهان عروسک پشت دختره حرکت میکنه و به سمت دختره میاد به صورت خیلی عجیب. بیاید این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. By this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! It's not even scary. It is scary. You killed my mother! You killed your mother! You killed your mother! You killed... بعد از این قضایا این دختره تصمیم میگیره که بره بیرون و یه ویدیو از خودش بگیره و راجع به اتفاقاتی که امشب افتاده بود
صحبت کنه تا اونو توی فضای مجازی بذاره و با ما به اشتراک بذارتش به اصطلاح. که خب وقتی میره بیرون یه اتفاق خیلی عجیب تر میفته و یه موجود خیلی ترسناک و عجیبو توی دوربین پشت سر خودش ثبت میکنه. Of my scary clown video. Okay, so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, but the clown kind of did. But I find this a very peaceful, restful place. I've walked in here a few times. I've been here about a week. Yeah. So I don't know. Maybe I need some sage because the scary clown is kind of scary, and I'd rather not have that happen again. So any tips and advice would be great. Thank you. خیلی خب بچه‌ها، در کلی موند از این ویدیو. مثل که تا اینجای ویدیو تماشا کردید، خیلی لطف کردید که تا اینجای ویدیو با من همراه. حرف اضافه نمیزنم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. اگه از این سبک ویدیوها دوست دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. زنگوله کنارش هم یادتون نره بزنید که از محتوای آینده من جا نمونید. عاشقتونم. تا یه ویدیوی دیگه. فعلا.